اولین برکت ماه مبارک رمضان این که خداوند در این ماه قرار داده هر نماز فرضی و هر کار فرضی 70 برابر می شود. اینها روایت صحیح است. برکت رمضان، هر فرضی در رمضان معادل 70 فرض می شود. یک نماز فرض 70 فرض. اگر یک نماز فرض با جماعت بخوانید در غیر رمضان 25 درجه ثواب دارد یا 27 درجه. صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب 27 درجه. در غیر از رمضان اگر یک نماز فرض در جماعت بخوانید تا نمازی در خانه بخوانید 27 درجه فضیلت دارد. اگر در رمضان باشد 27 بزن ضرب در 70. یک نماز فرض با جماعت 27 درجه بزن ضرب در 70. هرچی به دست آمد یک نماز فرض است. از این دیگه فرصت بهتر. اگر کسی در رمضان 30 روز 150 نماز فرض است در جماعت بخواند 150 27 ضرب در 70 دنیایی است. بعد میگیم خدا به ما ظلم کرده. باور بکنید اونقدر حسنات هم ریخته کسی نیست که جمع بکنه. گناهی که وجود نداره دنبالش میگردیم که پیداش بکنیم جمعش بکنیم. گناهی که یک میشه همون دنبالشیم. 1000 تا گناه انجام میدیم که 1000 تا بشه. حسنه ای که یکش میلیون میشه حاضر نیستیم جمع بکنیم. بعد وقتی میمیریم وصیت میکنیم ختم ما را بکنید، ملا سر قبر ما بذارید، خیرات ما بکنید، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 20 رکعت نماز وتر، سنت های قبلی و بعدیه، سنت دوها، صدقه های نفل. سنت ثواب فرض دارد و عزیزترین چیز نزد خداوند فرائضشه. در رمضان همه سنت ها را می توانید تبدیل به فرض بکنید و عزیزترین باشید.